آرامش یعنی این که بفهمی باید قلبت رو آروم کنی. هیچ چیز در این دنیا ارزش این همه دلهره رو نداره. نگاه کن به اطرافت، به خوشبختی هات، به کسایی که میدونی دوستت دارن، به وجود آدم هایی که برات اهمیت دارن و در سخت‌ترین شرایط در کنار تو بودند، و خدایی که هرگز تنهات نخواهد گذاشت. آرامش رو اولویت زندگی خود قرار بده. برای به دست آوردن آرامش آدم‌های منفی رو از زندگیت حذف کن. خودت رو در اولویت اصلی قرار بده. زمانی که آرامش داشته باشی بهتر فکر میکنی. بهتر که فکر کنی بهتر تصمیم میگیری. بهتر که تصمیم بگیری کمتر اشتباه میکنی. کمتر که اشتباه کنی در زندگی پله های موفقیت رو سریعتر طی میکنی. آرامش که داشته باشی مسیر خودت رو میری و داستان زندگی خودت رو مینویسی.